سلام دوستان خوبم. به یک ویدیوی دیگه از کانال لینگو فاکس خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم 50 لغت انگلیسی در رابطه با اسباب و اساسیه منزل یاد بگیریم. پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ آموزش. sofa مبل couch کاناپه armchair صندلی دسته‌دار chair صندلی table میز coffee table میز جلو مبلی dining table میز غذاخوری desk میز تحریر bed تخت خواب mattress تشک pillow بالش blanket پتو sheet ملحفه wardrobe کمد لباس closet کمد dresser دراور drawer کشو shelf قفسه bookcase کتابخانه cabinet کابینت TV stand میز تلویزیون television TV تلویزیون lamp چراغ ceiling light چراغ سقفی curtain پرده blinds کرکره carpet فرش rug قالیچه mirror آینه clock ساعت دیواری fan پنکه air conditioner کولر گازی heater بخاری washing machine ماشین لباسشویی dryer خشککن لباس vacuum cleaner جارو برقی iron اتو ironing board میز اتو laundry basket سبد لباس trash can سطل زباله refrigerator یخچال freezer freezer microwave oven فر dishwasher ماشین ظرفشویی bookshelf قفسه کتاب door در window پنجره doormat پادری hanger چوب لباسی. دوستان خواهشی که ازتون دارم اینه که این ویدیو رو لایک کنید، اگر هنوز عضو کانال ما نیستید سابسکرایب کنید و سوالاتتون رو برای ما کامنت کنید. تا یک ویدیوی دیگه، فعلا.